4 چیز از من به یادگار بدار و 4 چیز دیگر به یاد دار، تا هنگامی که بر پایه آنها عمل کنی زیان نمی بینی. برترین توانگری ها خردمندی است و بزرگترین ناداری نادانی و ترسناکترین تنهایی خودپسندی و شریفترین اصل و نسب خوشخویی. پسرکم، هرگز با کم خرد دوستی مکن که او چون خواهد به تو سود رساند زیان به بار می آورد. و با تنگ چشم دوستی مکن، زیرا او در نیازمندانه ترین هنگام از یاوری تو واپس می نشیند. و با تبهکار و فاجر دوستی مکن که تو را به اندک چیزی می فروشد. و نیز با دروغگو که چون سراب است، دور را در چشم تو نزدیک و نزدیک را دور می نماید. و امیدوارم خداوند در این وصیت به تو توفیق رستگاری دهد و تو را به مقصدت راهنمود شود.